بیدار شدی ماما؟ مامان خودم تا حالا دیدم این به بیشتر میومد تا تو دیگه نباشی. این به تو بیشتر میاد تا من؟ آره. آره واقعا بهت بیشتر میاد. قربونت برم. سلام صبح بخیر. ماما اینه شلوار اینجاشه. گندم بله. فرش تو چرا آوردی اینجا ماما؟ من میخواستم تو اتاقم باشم تو پذیرایی. بابا تو دیگه کی هستی گندم؟ مادر خانومی. ها نه بله. بله. عشق مامانی. ها. بگو بله. بله. دوست دارم. خب بار. چی؟ خب بار. خب برم؟ آره. همین؟ آره. نمیخوای بگی منم تو رو دوست دارم؟ چرا؟ منم دوست دارم. بابا بوس بهت میدم تو برو پیانو رو بیار. چی گفته بودی مگه؟ تو خیلی مامای خوبی هست. زود خوبم کنمشم. به زندایی که گفته بود مامانم بذاریم پشت در. آره؟ پس چرا میگی مامان خیلی خوبی هستی؟ در روز میبندیم. گندم تو چرا شبیه منی؟ دوستم. چرا دماغت کپیه دماغ منه؟ چرا؟ نه ببین کوچکتره. نه همینه. نه آره همینه. اینجا تو کپال من نیستم. همینی. نه همونه. این تو هم بزرگشی همین میشه دماغت. نه ماما من حال دارم. تو حال داری؟ آره برم اونو تمیز کنم. چون من حال ندارم تو حال داری الان. آره ماما اونو من باید برات خودم بیارم تمیز کنم. قربون شکلت برم که حال داری. من بیارم دستم الکل میزنم ولی اونم ضد آفتونی میکنم. ضد آفتونی؟ برم اونو تمیز کنم بیام. تمیزش کنم حال دارم. حال داری؟ آره تو رو خدا بذار من برم اونو لافا تمیز کنم. میذاری؟ من میام الان برای تمیز میکنم. من تمیز کنم. سلام. سلام. بفرمایید. اومدم. بفرمایید. اومدم. شما کی هستی؟ من ایسا. ایسا چیکار داری؟ یه گل سر بهم بدی. پول داری؟ چقدر؟ 2 تا که به من شونه بدی، روز بدی، گل سر بدی. همه اینا رو میخوای؟ آره. یعنی اونقدر پول داری شما؟ آره. آره؟ چند تومن؟ بدین. بعد ببخشید شما چجوری اومدی اینجا مغازه؟ من از دور. از دور؟ چجوری اومدی؟ با چی اومدی؟ با کیفم. پیاده اومدین یا با ماشین؟ پیاده. پیاده اومدی؟ دستم سوخت. نه همشو نریز. باید همشو ریخت. نریزی. دستم شد. بگو خواهمش. برو من بابا. مریض. آی ای خدا نکن. یکی منو نجات بده گندم گازم گرفته. گندم بده. تو مثل گرگی. بخور. تو مثل ای گرگی. بابا تو گرگی. تو عمل کردی. خوشمزه. بابا نمیشه بریم پارک لوفا.
میشه بریم باز چرا اینطوری شلوفا مامان بیدار شد صبح شده الان بیدار شو الان کلی روز اینجا هست شادی کن صبحونه بخور شادی کن صبحونه بخور برو بیرون بعد بیا بگیر بخواب چی میگی؟ خواب چیه؟ من الان اومدم باشگاه درسته؟ تو برای چی با من اومدی؟ دوسته؟ ها؟ مگه صبح با مامان نیومدی باشگاه؟ چرا؟ خب باشگاه چی شو دوست داری که میخوای بیای؟ مرد منو دوست داره کدوم مرده؟ همون باشگاهیه که اولین روز بود بعد منو دید خوشحال شد مربی؟ آره؟ میخوای اونو ببینی؟ باشه من پامو اینجوری باز کردم بچه تو زور اینقدر زیاد شده؟ نمیدونم ارسیه؟ از بابات به ارس بردی؟ آها سلول تو مامان با هم قاطی شده دیگه خب من درست شدم من شوکیشی همه مامان بعد تو هم بابام یعنی منم ورزش کنم دیگه آها چون یه سلول امم بوده یه سلول مامان بوده اون قسمت های خوبه تو به خاطر سلول من بوده قسمت های بدم داری؟ از کدوم سلول اومده اون قسمت های بد؟ از اون مجاد دوندار به لیلین قول دادم آیفون ببرم براش رو دست بر به کی قول دادی؟ هم کلاسی بهش قول دادی براش آیکون و دستبند ببری؟ خودش گفت برام بخر برام خودش گفت برام خدایا صافتاف بورند قد بورند خب خیلی خوب بود بعد یهو من تو مخم رفت تو مخه که بخریش آره؟ از ماشین بلند خوشم میاد از ماشینه؟ پشنه بلند چی بلند؟ پشنه بلند بعضی دانشمنده گفتن هیولا وجود داره کی گفته؟ یکی از دانشمندا گفته هیولا وجود داره؟ چجوری یعنی؟ تو هیولا وجود داره دیگه بعد هیولا چی هست؟ هیولا خیلی ترس همه رو میخوره بعد کدوم دانشمند این حرف زده؟ مهور دانشمنده؟ بعد تو کی هستی؟ منم دانشمندم آره والا شما دانشمندی ولی تو بیکاری همینجوری اینجا رو داری تمیز میکنی اینجوری خب من بیکارم خونه تمیز دیگه بابا چی؟ بابا من همینجوری خوابه خب پس من بیکارم بابا خواب تو دانشمند مهورم دانشمند ادای من خوشگل بلدی در بیاری؟ این چی بود؟ لغتون زاغم بود؟ حرف زدنم چطوریه؟ گنگو منگو ادای کیا رو بلدی در بیاری دیگه؟ بابا چجوریه؟ خودت هم بلدی در بیاری؟ خودم که بلدم دیگه همین الان دارم صحبت میکنم ادای خودم دیگه چیکار میکنی؟ سیبیل میزنم سیبیل میزنی؟ بادم میکنه نگاه نشستن یعنی قشنگ دیدین؟ قشنگ سیوش کرد اینجا یکم مونده یه کوچولو اینجا داری اینجا آها زبون بر بندازی پشتش آها خدا چی کارت کنم من تو رخت کپی میکنی همه چیو